است. بهترین زنان چه کسانی هستند؟ کسی که هرگاه به او نگاه میکنی تو را شاد میکند و هرگاه به او فرمان میدهی اطاعت میکند و هرگاه مسافرت میروی تو را در جانش و مالش حفظ میکند. تو را در جانش و مالت حفظ میکند. هم خودش را حفظ میکند، ناموس مرد است دیگه، خودش را حفظ میکند و هم مال مرد را حفظ میکند. این دو چیزی که را حفاظت است، به ما حفظ الله که آمده است خیلی هم معنا دارد. حافظات للغیب به ما حفظ الله، به حفاظت الهی وابسته است این مسئله. تا انسان پرهیزگار نباشد، تا متقی نباشد، تا فرمان خدا را خوب نبرده باشد، تا ایمان نداشته باشد، تا دین نداشته باشد، نمیتواند خوب رفتار بکند. زن دیندار است که میتواند محافظت کند بر غیبت مرد. اگر دین نباشد، اگر ایمان نباشد، اگر ترس از خدا نباشد، خب زن در غیاب مرد هر کاری میتواند انجام بدهد، هر گلی میتواند به سر خود بزند. اون چیزی که مرد را مطمئن میکند در ارتباط با انتخاب درست همین مسئله هست دیگه. فاظفر بذات الدین، انسان زن متدین و با ایمان بگیرد. قبل از اینکه نگاه به حسن و جمال و این مسائل دیگر داشته باشد، به دین و ایمان او نگاه بکند، به خدا ترسی او نگاه بکند. این چیزی که انسان را حفظ میکند. وسوسه شیطان خیلی سنگین است، در این عصر هم بسیار سنگین تر شده است. یکی از عوامل خطرناک بحران در زندگی و طلاق‌هایی که دارد رخ میدهد خیانت‌های زناشویی است. متاسفانه مرد به زن خیانت میکند، زن به مرد خیانت میکند. به همین خیانت‌ها ریشه بسیاری از طلاق هاست. متاسفانه الان بر اساس اون چیزی که ما مشاهده میکنیم از آمارهایی که دیده میشود و مواردی که با آن مواجه هستیم.